این تغییر نقشه رو که میبینم با خودم میگم توی این چند دهه که تغییرات رو دیدم چقدر دنیا عوض شده. حالا تا 50 سال آینده چی میشه؟ حکومت هایی که از بین میرن، مرزهایی که به وجود میان یا پاک میشن، قدرتمندایی که مغزشون تو جاده‌ای بیرون از شهر روی آسفالت پخش میشه. همه رو که کنار هم میذارم تنها این آیه به ذهنم میاد: ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. زمین از آن اللهه، به هر یک از بندگانش که بخواد اون رو به ارث خواهد داد و فرجام کار از آن متقیانه. میفرماید به ارث میده و در این دنیا ارث از مرده به زنده میرسه، اما عاقبت، فرجام کار، چیزی که ارث نشه برای دیگران، طوری که نیاز به مردن ما نباشه، اون چیه؟ اینها رو که می نویسم به یادم میاد جایی که الان نشستم روزی پایتخت روم شرقی بود، سرزمین کلیساها، اما الان وقت از اون که میشه انگار همه خونه هاش مسجده. آدم اسیر دوران خودش نشه که اگه شد سطحی میشه، اگه دوران قدرت مغرور و اگه دوران ضعف ناامید. دل میبنده به اونهایی که تو قدرتند حتی اگر راهشون غلطه. اون عاقبت نیک تو آیه رو گروهی از مفسران پیروزی و سعادت دنیا و گروهی بهشت آخرت گفتند که هر دو درسته و تعارضی با هم نداره، اما پیروزی دنیا به طور کلی به امت نوید داده شده، نه به تک تک این افراد. این یعنی تو به عنوان یک فرد از این امت الزاماً پیروزی دنیا رو نخواهی دید، هرچند باید براش تلاش کنی، اما اگر متقی باشی قطعاً فرجام آخرت رو خواهی یافت. من کان تقیا. این بهشتیه که به هر یک از بندگان ما که متقیه به ارث میدیم. از این ارث موقت دنیا اگر چیزی برسه که چه بهتر، اگر هم نرسید سوال اصلی این نیست که پیروز کیه، چون پیروزی مثل شتریه که در خونه هر کسی میخوابه. مسئله اصلی تقواست. اون میراث جاودانه رو به متقیان میدند. بهشت تنها ارثیه که میدند و پس نمیگیرند. بهشتیان نمیمیرند. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.